برای این واخوری بسیار نفرایی هستند که از راههای دور به اینجا آمدند با چگونه مشقت و عذابها، فقط به خاطر یک چیز که این واخوری با نتیجه خوب جنبش شد. و خدا الها و باوریم است که انشاءالله این واخوری تاریخی می شود. امروز من در شهر کابل در بعض خیابان ها بودم و از اون سفر به این سفر بسیار فرقیت های هست. در اون سفر وضعیت نه آنقدر آرام بود، لیکن شهر کابل نسبتاً زیباتر بود و این سفر شهر کابل خیلی آرام است، خیلی و خیلی آرام است. خیابانا شهر چگونه به خرابازار تبدیل یافته است. جنگ، تاریخ جنگ کدام گونه جنگی نباشد، تاریخاً در کدام دوره دولت دنیا سر نزده باشد، در کدام دوره هیچگاه خوشبختی نآورده است. و امروز باید به خود سوال کنیم چنین بدبختی نیست در جمهوری ما بود و چنین خرابیزارها عاقبتش تا امروز در جمهوری تاجیکستان نیست مشاهده کرده میشه. و خود به خود سوال کنیم که این خرابیزارها را غیر مردمی افغان و غیر مردمی خود تاجیکستان شخصی پروای دارد و دولت برای این یا حصه گذار می شود. فقط مردمی افغان اذیت می کشد، باز کوشش می کند که شهر کابل و مانند پیشتره از نو گلستان شود، آباد شود. و این چنین مردم شریف تاجیکستان زحمت می کشد، عذاب می کشد و او خرابازارهایی که امروز هست با زحمت زیاد از نو بنیاد می کند. با امید یگان کشور دولت دنیای جهان شدن در کار نیست. در بسیار برآمدهای خود گفتم و امروز هم میگویم نافهمی های زیاده بودند و امروز هم است. بسیار کشورهای دور و نزدیک بسیاری های دشمنی ملت تاجیک نمیخواهد که در دولت تاجیکستان و مخصوصا در سرحدات تاجیکستان و افغانستان تنجی و آرامی باشد. این را ما باید هیچگاه فراموش نکنیم و مخصوصا ما مردم شریف تاجیکستان هوشیاری را از دست ندهیم و بازیچه های دستی دیگران نشویم که این عاقبتش ضررش به سر مردم خودی ما می آید. استاد در اینجا بسیار سخنهای خوب گفتن. بعد این سخنها در اینجا سخن گفتنم مشکل است، لیکن چیلاش که ما مشکلی داریم. ما وحدت را میخواهیم، ما صلح را میخواهیم، ما ملت خود را سرجم کردن میخواهیم و ما ملک خود را آباد کردن میخواهیم. ما پایدیوار دولت تاجیکان را مستحکم کردن مقصد داریم، نه چیزی دیگری. از این لحاظ در این روزهای تاریخی همه آن گیلگوهای داریم، همه آن روزهایی که هست به فکر من و خوشبختانه در وقت واخری اولین ما با داملا سید عبدالله نوری یک دیگر فهمی شد که ما گذشته را نخواستیم که ورق زنیم و فکری امروز و فردا کرده ایستادیم که چگونه به کدام راه
ما مردم خود را سرجم کنیم، ملک خود را آباد کنیم. خوشبختانه منتداری خود از نام هیئت وکیلان تاجیکستان که اینجا آمدن بیان کردنی هستم. باز یک بار دیگر با همه هیئت ریاست حکومت امروزه با سرداری جلال المآب پروفسور برهان الدین ربانی گفتنی هستم که در همین مشکلات خود نگاه نکرده برای ما چنین شرایط و امکانیت ها مهیا ساختن که از خودشان صرف کرده تمام هیئت حکومت، تمام مردم شریف افغانستان، تمام مخصوصا مردم مهمان نواز شهر کابل برای مهمان نوازی، برای صلح و صلاح، برای یکدیگر فهمی، برای این چاره‌بینی آماده هستند. یک بار دیگر به شما جلال المآب استاد محترم منتداری شخصی منه و تمام مردم تاجیکستان، اون سفری که داشتید فراموش نکنید که شما یک شخص بزرگ، نه اینکه در خود جمهوری اسلامی افغانستان همین گونه شخص، این چنین آبروی شما در جمهوری تاجیکستان نیز است و مردم ما دائما آماده هستند که شما را مهمان نوازی کنند و کوشش کنیم که نه اینکه یک راهی شیرخان بندر دیگر گذرگاه ها داشته باشد، کوشش کنیم که سرحدات ما آرام باشد، گذرگاه های خیلی زیاد داشته باشند که مردم ما با یکدیگر رفت و آمد آزاد داشته باشند. بسیاری ها خویش و اقربا هستند، بسیاری ها دوستان زیاد دارند، رابطه های اقتصادی می توانند مردم ما را باز نیست دوستی و برادری اونا را مستحکم سازند. آنچه که میخواستم امروز باز یک بار دیگر بیان کنم، آماده هستیم از روز اول تا به این روز، راه دیگر نیست. اگر 10 سالها در تاریخ های جنگ ها اگر آموخته باشیم عاقبتش صلح است. 100 سالها جنگ شده باشد، 10 سالها جنگ شده باشد، در کدام کشور دنیا عاقبتش صلح است. لیکن خوب می شود که امروز هر یک فردی تاجیک را که ما کوشش کنیم ایمین نگاه بداریم به وطن برگردانیم، این باییگری دولت تاجیکستان حساب میکنم. من تشکر بدید.